سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران عزیز. مبحثی که میخوایم شروع کنیم مبحث نیک هستش، سیتی نیک، که فکر میکنم جز مباحث سخت در واقع هست در کلا سیتی، به این دلیل که ارگان‌های زیادی در اینجا وجود دارن و همشون در واقع به صورت فشرده در کنار همدیگه قرار گرفتن و وقتی که کارت ارزی اینها رو می‌بینیم، تشخیص این که هر کدوم در واقع چه قسمتی هستش، مخصوصا بدون کنتراست که با کار در واقع پزشکی هسته‌ای سر کار داره، یه مقدار دشوار هستش و به خاطر همینم با دانش این که هر ارگان و هر در واقع عضوی کجا قرار گرفته و مسیر عروق، عضلات مختلف اینا به چه صورت هستش، همه کمک میکنه به اینکه ما بتونیم درک درستری از این قسمت داشته باشیم. خیلی خوب، ارگان هایی که در داخل نک میخوام راجع بهشون صحبت بکنیم: فارینکس، لارینکس، تراکا، اسوفاگوس، سرویکال لیمف نود، سالیواری گلند، تایروید گلند، ماسل و در نهایت واسکولار استراکچرز هستن. تو این جلسه راجع به فارینکس و لارینکس صحبت میکنیم. ببینید، ما راه هوایی و راه غذایی، در واقع راه گوارشی توی نک داریم که یه قسمت‌های این دوتا مشترک هستن و از یه قسمتی به بعد جدا میشن. بریم ببینیم که هر کدوم به چه صورت هستش. اول از همه از فارینکس شروع کنیم که قسمت فوقانی راه هوایی که مشترک هستش با راه گوارش و از یه جایی به بعد این دوتا از همدیگه جدا میشن. فارینکس 3 قسمت داره. یکی نازوفارینکس هستش، بعد اوروفارینکس رو داریم و در نهایت لارینگوفارینکس که اسم دیگهش هایپوفارینکس هم گفته میشه. نازوفارینکس پشت نیزال کویتی قرار گرفته، پشت حفره بینی واقع شده و تا سطح سافت پلیتمون ادامه داره، تا سطح کام نرم که در واقع ادامه هارد پلیتمون در سقف دهان هستش. بعد از اون که حفره دهانی رو در قدام داریم، خلفش میشه اوروفارینکس. اوروفارینکسمون از سافت پلیتمون ادامه داره تا جایی که برسیم به سطح هایوئید بونمون، لول هایوئید بونمون که لارینگوفارینکس شروع میشه. ولی در واقع جدایی اوروفارینکس از لارینگوفارینکس از طریق اپیگلوت هستش. اپیگلوت یه غضروفه که وقتی که میخواد در واقع صحبت کردن صورت بگیره، میاد راه هوایی رو باز میکنه و خب در واقع صحبت کردن ها انجام میشه و کاری هم با مجاری گوارشی نداره. ولی وقتی خوراکی خورده میشه، از طریق حفره دهان غذایی داره وارد مجرا میشه و میخواد ادامه مسیر بده و بره داخل مری، اپیگلوت میاد مسیر لارنکس رو میبنده که اون لقمه غذایی وارد لارنکس و حفره هواییمون نشه. پس اپیگلوت جدا میکنه در واقع اوروفارینکس رو از لارینگوفارینکس و لارنکس. دقت کنیم، لارینگوفارینکس و لارنکس دو ارگان مجزا از همدیگه هستن و موازی همدیگه. لارینگوفارینکس خلفه، لارنکس قدامه، موازی همدیگه واقع شدن. ادامه لارنکس با تراشه است، ادامه لارینگوفارینکس با مریه و اپیگلوت جدا کننده این دو قسمت از همدیگه است. بریم اسلاید بعدی. همینایی که توی در واقع اسلاید قبل توضیح دادم رو به صورت مکتوب آوردم براتون. نازوفارینکس قسمتی هستش که در خلف نیزال کویتی واقع شده. پس در قدام نازوفارینکس چیا واقع شدن؟ حفره بینی واقع شده و همچنین خلف نیزال سپتوم. و خلفش چی واقع شده؟ خلفش کلیووس، یه قسمتی از جمجمه و همچنین آپر سرویکال اسپاین، مهره C1 و C2 واقع شدن. یه بار اینجا رو دقت کنید. اینو میگیم این قسمت کلیووسه، در خلفش واقع شده و مهره C1 C2 در خلف نازوفارینکس اینا واقع شدن. خب روی این قسمت ها رو مخاط پوشونده و به جز اون یه سری لوزه، در واقع یه سری بافت لنفی که فارنجیال تانسیل نامیده میشن، آدنوئید هم بهش میگن، لوزه سوم هم بهش میگن، در روی این مخاط این قسمت قرار گرفته. بنابراین فارنجیال تانسیل یا آدنوئید یا لوزه سوم در خلف نازوفارینکس واقع شده. اینفریور چی؟ اینفریورمون به سافت پلیت ختم میشه، به کام نرممون. درسته؟ تا اووولا ادامه داره در واقع. انتهای سافت پلیت رو میدونیم که اووولا هستش. لترالش چیا واقع شدن؟ لوله های شنوایی استاش تیوب.
اینا توی سیتی دیده نمیشن. این فقط به صورت آناتومیک ما داریم در واقع میگیم که در دیواره لترال نازوفارنکسمون اون حفره است. مجرای شنوایی اوستاچ در واقع به اینجا وا میشه، ولی توی سیتی عملا رؤیت نمیشه چون یه بافت خیلی نرم هستش و یه سوراخ خیلی ریزی داره که ما به صورت در واقع سافت تیشو میبینیم، چیزی ازش مشاهده نمیشه. باز اینجا مشاهده کنین نازوفارنکس رو داریم در خلف حفره بینی واقع شده و در قسمت فوقانی و همچنین خلفیش کلیبوس واقع شده و مهره C1 C2. خب بافتی که اینجا مخاطی که روش قرار گرفته لنف داره داخلش که به اسم فارنژیال تانسیل یا آدنوید یا لوزه سوم نامیده میشه. در قدامش چه قرار گرفته؟ بینی. و در انتها به پایین به کجا میرسه؟ به سافت پلیتون و اووولا، یعنی تا اووولا ما نازوفارنکس رو داریم و در دیواره لترالش هم که اوستاچ واقع شده. بعد از اون همونطور که گفتیم اوروفارنکس قرار گرفته. اوروفارنکس در خلف اورال کویتی واقع شده، همونطور که می‌بینین از کام نرممون ادامه داره تا سطح هایوئید بونمون، جایی که اپیگلوت میاد لارنگوفارنکس رو از اوروفارنکس جدا میکنه به این شکل و بعد از اون ادامه مسیر با لارنگوفارنکسه. لارنگوفارنکس و لارینکس دو تا ارگان مجزا هستن، موازی با همدیگه قرار گرفتن. لارنگوفارنکس در خلفه، لارینکس در قدامه. لارینکس با تراشه ادامه پیدا میکنه در قسمت پایین و لارنگوفارنکس با مری. خب چند تا تصویر از کراس سکشنال سیتی از نازوفارنکس ببینیم. همونطور که اینجا دارین مشاهده میکنین، اینجا نیزال سپتوم رو داریم و حفره بینی رو میبینیم. چیزی که اینجا قرار گرفته در خلفش نازوفارنکس هستش و این قسمت هم که گفتیم جمجمه و مهره C1 C2 در خلفش قرار گرفتن در دیواره خلفی و روی اون مخاط قرار گرفته و همچنین عضلات تنگ کننده تحتانی حلق و یه سری عضلاتی که مربوط به مهره ها هستن قرار گرفتن که به صورت اختصاصی ما جداشون نمی‌کنیم، یعنی حتما مخصوصا توی سیتی های لودوز ما اینا قابل افتراق از هم دیگه نیستن که حالا کدوم عضله است دقیقاً کدوم مخاطه. خب پس این نازوفارنکس رو ما اینجا الان داریم می‌بینیم در خلف نیزال کویتی. باز اینجا یک کراس سکشنال دیگه داریم می‌بینیم که اینجا نیزال سپتوممون هستش در خلف حفره بینی و این قسمت داریم نازوفارنکس رو می‌بینیم که در خلفش هم جمجمه واقع شده. بعد میریم سراغ اوروفارنکس. اوروفارنکس همونطور که گفتم در ادامه نازوفارنکس واقع شده و در خلف اورال کویتی قرار گرفته. از سافت پلیتمون، یعنی از اووولامون در واقع ته سافت پلیتمون ادامه پیدا میکنه تا سطح هایوئید بونمون و اپیگلوت میاد اوروفارنکسمون رو از لارنگوفارنکس و لارنکس جدا میکنه. در مورد اوروفارنکس چی میدونیم؟ اوروفارنکس خب همونجور که میدونید حفره دهانی قدامش قرار گرفته دیگه، به خاطر همین زبان در قدامش قرار گرفته. یه سری بافت لنفاوی در بیس زبان هست، بیس تانک هست به اسم لینگوال تانسیل. پس لینگوال تانسیل در قدامش قرار گرفته. باز یه سری بافت لنفاوی دیگه داریم در دیوارهای لترالش واقع شده، بهش میگن لوزه‌های کامی، پالاتین تانسیل در این قسمت واقع شدن. حالا یه نکته بهتون بگم، لوزه‌های کامی، لوزه‌های حلقی که در خلف نازوفارنکس قرار گرفته بود و همچنین لوزه‌های زبانی، اینا با همدیگه والدایر رینگ رو تشکیل میدن. حلقه والدایر در واقع مجموعه‌ای از بافت لنفاوی هستش که در حفره دهانی در واقع حفره بینی و دهان واقع شده. نکته بعدی در این قسمت ولکولا هستش. ولکولا چیه؟ اپیگلوت که به صوره قزروفه، خب به صورت مایل داره میاد به سمت خلف که اوروفارنکس رو از لارنگوفارنکس و لارنکس جدا بکنه. حالا یه زاویه میده با قاعده زبان، تو شکل بعدی بهتون نشون میدم. یه زاویه میده با قاعده زبان و اون در واقع زاویه فرو رفتگی که در اون زاویه وجود داره بهش میگن ولکولا. پس ولکولا در قدام اپیگلوت واقع شده. بریم ببینیم چی میگه. اینجا هم که همونطور که گفتم نازوفارنکسمونه. یادآوری کنیم لوله استاش در اینجا قرار گرفته. کلیووس و مهره C1 C2 در خلف واقع شدن. بافت مخاطی و عضلات حلقی و عضلات پرورتبرال همه اینجا واقع شدن، اینا به کنار. بافت لنفوئید ما اینجا داریم که فارنژیال تانسیل هستش یا همون آدنوید یا لوزه سوم.
اینم یا در واقع همین بافت لنفاوی هم شاید نتونیم خیلی مجزا بکنیم از همون مخاط و عضله توی سیتی، ولی وقتی پت انجام میشه به صورت طبیعی یه خورده این تانسیل ها افزایش جذب رو نشون میدن، به صورت طبیعی این افزایش جذب رو دارن و میتونیم اونجایی که فارنجیال تانسیل رو داریم افتراقش بدیم از عضله و بافت مخاطی. اینجا که سافت پلیتمونه تا اوولا. حالا پشت حفره دهانیمون چه قرار داره؟ اوروفارینکس قرار گرفته. قدامش چیه؟ زبان قرار گرفته. این زبان، بیس زبان، بیس تانگ، ببینید در قسمت خلفی زبان ها، اون بالاش نه، بیس تانگ در قسمت خلفیش لینگوال تانسیل رو داریم. پس لینگوال تانسیل در قدام اوروفارینکسمون واقع شده. اون چیه؟ اون پالاتین تانسیله، لوزه های کامی در دیواره لترال اوروفارینکس واقع شده و در نهایت تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا جایی که اپیگلوت در سطح هایوید بونمون میاد اوروفارینکس رو از لارنگوفارینکس و لارنکس جدا میکنه. خب حالا دقت کنین، این چیزی که ما الان اینجا داریم اپیگلوت اومده از کجا؟ از یه قضروف به اسم قضروف تایروید. جلوتر معرفیش میکنیم. به صورت مایل کشیده شده به سمت عقب و این عقب رفتگیش باعث شده یه زاویه با تانگ تشکیل بده. اون زاویه و اون فرو رفتگی که اینجا قرار داره بهش میگیم ولکولا. پس ولکولا در قدام اپیگلوت واقع شده. بریم تا تصاویر کراس سکشنال اینها رو الان بهتون نشون میدم. اینجا رو باز نگاه کنین، نه اپیگلوت هستش. این نمای ساجیتال هستش و اینجا اپیگلوت رو ما داریم میبینیم. زاویه‌ای که با زبان تشکیل داده یه فرو رفتگی داره اینجا به اسم ولکولا. بریم نمای کراس سکشنال ببینیم. اینجا حفره دهان هستش. این استخوان مندیبله. خب این چیزی که میبینیم عضلات زبان هست. پس این پشت حفره دهانی قرار گرفته و این الان اوروفارینکس هستش. اینجا هم دقت کنین، یعنی اشاره کرده میگه لینگوال تانسیل. واقعا ما تا بالا پایین نکنیم خیلی نمیتونیم تشخیص بدیم که یعنی لینگوال تانسیل هستش. باید اسلایسر رو بالا پایین کنیم که بیس تانگ رو دقیقاً در بیاریم جاشو. ولی اگر اینجا پت بود قاعدتا اینجا افزایش جذب بالاتری داشتیم نسبت بقیه قسمت‌های زبان، در نتیجه میتونستیم راحت لینگوال تانسیل رو پیدا بکنیم. اینجا رو ببینین، این استخوان هایویده. خب هایوید بونمونه. این چیه؟ این چیزی که به سمت عقب کشیده شده، این همون اپیگلوته که گفتم مایل به سمت مایل به سمت خلف داره میاد. خب یعنی اپیگلوته. حالا زاویه‌ای که در قدام اپیگلوت تشکیل میشه، اینجا ما الان زبان رو نمیبینیم، زبان در اسلایس‌های بالاتر هستش. خب ولی زاویه‌ای که در قدام اپیگلوت تشکیل شده و در بالاتر میرسه به زبان میشه ولکولا. این دوتا الان ولکولا هستن. بریم سراغ لارینگوفارینکس. لارینگوفارینکس یا هایپوفارینکس تحتانی ترین قسمت فارینکس رو تشکیل میده. از بالا خب به اوروفارینکس میرسه، ولی از پایین در قدامش و به صورت کاملا موازی با خودش لارینکس قرار گرفته. تحتانیش هم که به صورت ازوفاگوس، یعنی خودش تموم که میشه به صورت ازوفاگوس ادامه پیدا میکنه. حالا تا کجا ادامه داره؟ تا قسمت تحتانی کریکوید کارتیلج. میرسیم به کریکوید کارتیلج. تا قسمت تحتانی کریکوید کارتیلج در واقع اون قسمتی هستش که لارینکس هم تموم شده. پس لارینکس و لارینگوفارینکس جفتشون تا قسمت تحتانی کریکوید کارتیلج ادامه دارن. و از اونجا به بعد لارینکس به صورت تراشه ادامه پیدا میکنه. لارینگوفارینکس به صورت سرویکال ازوفاگوس. ادامهش میشه ازوفاگوس. در خلفش چی قرار گرفته؟ عضلات تنگ کننده حلقی تحتانی که حالا خیلی به ما به صورت سافت تیشو در واقع می‌بینیمش توی سیتی که مشاهده میشه. سافت تیشو دنسیتی در قسمت پوسترولترالش دیده میشن، ولی در قدامش غضروف‌های حنجره واقع شدن در قسمت قدام لارینگوفارینکس. بریم یه بار دیگه مروری اون شکل اول رو ببینیم. در خلف نیزال کویتیمون نازوفارینکس رو داریم. در خلف اورال کویتیمون یعنی از قسمت اووولا تا اپیگلوت که در سطح هایوید بون هم باشه اوروفارینکس رو داریم. بعد از اون لارینگوفارینکس ادامه پیدا میکنه و موازی با اون و قدامش لارینکس ادامه پیدا میکنه
که جفتشون تا سطح تحتانی غضروف کریکوئید ادامه پیدا میکنن تقریبا اینجا. بعد از اون لارینگوفارینکس به صورت مری ادامه پیدا میکنه، لارینکس به صورت تراشه. چند تا تصاویر چیز ببینیم، به صورت تمرینی ببینیم. الان ما داریم هایوید بون رو اینجا میبینیم به این قسمت گردنی هستش. این چیزی که دارم میبینم به صورت در واقع حالا خیلی کات کوچیک و نازکی دیده میشه، این در واقع بالای اپیگلوت هستش. اپیگلوت میدونی که یه غضروفه، ضخامت زیادی هم نداره، به صورت مایل به خلف کشیده میشه. کات که بزنیم به صورت خطی مشاهده میشه. خب اپیگلوت و زاویه‌ای که در قدام اپیگلوت شکل میگیره بهش میگیم ولکولا. اسلایس ها رو بریم بالاتر، زبان رو در بالاتر میبینیم، ولی این حفره و زاویه‌ای که در قدام اپیگلوت واقع شده به نام ولکولا شناخته میشه. باز اینجا الان داریم همین میبینیم، اپیگلوت رو میبینیم، هایوید بون رو میبینیم و این دوتا حفره‌ای که اینجا قرار گرفتن به نام ولکولا شناخته میشن. بریم سراغ لارینکس. لارینکس به صورت در واقع غضروفی هستش و در بالا خب ادامه از با استفاده از اپیگلوت از اوروفارینکس جدا میشه و در پایین به صورت تراشه ادامه پیدا میکنه. از مهره 33 تا 36 هم ادامه داره. از 9 تا غضروف ساخته شده: تایروید، اپیگلوت، کریکوئید، این 3 تا غضروف که منفرد هستن، آریتنوئید جفته، کورنیکولیت و کونیفورم هم جفته. پس 9 تا غضروف اینجا الان تشکیلش دادن. بریم ساختارش رو ببینیم. اینجا هایوید بونه که ما فعلا به لارینکس نرسیدیم. خب این غضروف تایرویده، تایروید کارتیلج. یه غضروفی هستش که فقط 2 تا بال قدامی داره. ببینید خلفش بازه، خلفش چیزی نداره. یه ناچ در قسمت بالا قرار گرفته، سوپریور تایروید ناچ. به وسیله لیگامان‌های خودش رو به هایوید وصل کرده. کاری با اونش نداریم. فعلا ما تایروید رو اینجا می‌بینیم. یه غضروف پایین‌تر هست به اسم کریکوئید کارتیلج. کریکوئید کارتیلج دقت کنید پشت داره. یه غضروف رینگ شیپه، یه غضروف حلقه‌ای شکله، یه غضروفیه که از جلو و عقب بافت غضروفی رو داره، برخلاف تایروید که فقط جلو بافت غضروفه. پشتش بازه کاملا. و کریکوئید رو ببینید در جلو ارتفاعش کمتره، در پشت ارتفاعش بیشتر. بالای کریکوئید غضروف‌های آریتنوئید رو داریم. جفت 2 تا غضروف آریتنوئید قرار گرفتن. بالای اون 2 تا غضروف کوچولوی کورنیکولیت واقع شدن. بعد آریتنوئید از طریق لیگامان‌های خودش رو می‌خواد به اپیگلوت وصل بکنه. داخل اون لیگامان‌ها 2 تا غضروف کوچولو به اسم کونیفورم هم واقع شده. کونیفورم رو معمولاً تو سی‌تی‌های خودمون نمی‌بینیم، خیلی کوچیکه. حالا خیلی دقت بکنیم و یا اسلایسامون مثلا حالا بالا پایین کنیم یا پایرز باشه سیتمون به هر دلیل و اینها، به هر صورت میتونیم ببینیم کونیفورم، وگرنه حالت عادی خیلی رویت نمیشه و خیلی اهمیت زیادی برامون از لحاظ تشخیصی نداره، یعنی لندمارک خاصی نیستش که حتما بخوایم پیداش بکنیم. اپیگلوت رو میبینیم اینجا. اپیگلوت از کجا میاد؟ از پشت غضروف تایروید. این الان اینجوری نبینین راسته ها، این داره به خلف میاد. یعنی الان ما از پشت داریم، نمای پشت داریم نگاه میکنیم. اپیگلوت از غضروف تایروید منشأ گرفته، بعد به سمت عقب داره میاد، به سمت من داره میاد الان. کارتیلج ها رو اینجا برامون توضیح داده، همون چیزی که گفتیم آریتنوئیده که در بالای در واقع کریکوئید قرار گرفته، کورنیکولیت ها هستن که اونم بالای آریتنوئیده، کونیفورم رو گفتیم که در داخل در واقع اون لیگامان ها واقع شدن که به اپیگلوت میخواد خودش رو وصل بکنه، از آریتنوئید به اپیگلوت میخواد وصل بکنه که بهش میگن آریو اپیگلوتیک فولد، چین آریو اپیگلوتیک فولد، چین آریو اپیگلوتیک داخل اون قرار گرفته. بعد این مفهومی هم به اسم سینوس پیرفورم اینجا الان میخوایم توضیح بدیم که الان بهتون میگم که در واقع لارینکس واقع شده. بریم اینجا ببینیم. خب این اسلاید رو شما ببینین. این نمای قدامی دارم میبینم، این نمای خلفی دارم میبینم، این نمای لترالمه. یعنی در واقع یه کات زدم از وسط، نصف کردم حنجره رو و نصفش رو دارم از داخل میبینم. خب
قدامی که همونطور که گفتیم تایروید کارتیلیجه، 2 تا باد قدامی داره، یک در واقع ناچ داره در قسمت فوقانیش، هایوید بون هستش که از طریق لیگامان خودش رو به هایوید بون اتصال در واقع داده. بعد غضروف کریکوئید رو این زیر داریم که رینگ شیپه، یعنی هم جلو هم پشتش غضروف هستش. ارتفاعش در قسمت قدامی کمتره، در قسمت خلفی ارتفاعش بالاتر هستش. اینم با استفاده از لیگامان کریکوتایروید خودش رو به تایروید کارتلیج اتصال پیدا کرده. گفتیم روش آریتنوید کارتیلیج واقع شده. خب اینجا رو ببینین الان این همون کریکوئیده. از کجا فهمم کجا قدامه کجا خلفه؟ اینجا قدامه. چرا؟ چون کریکوئید گفتم در قدام ارتفاعش کمتر تا خلف. اینجا الان از قسمت قدامی، اینجا قسمت خلفی هستش. در قسمت خلفی آریتنوید بالای کریکوئید واقع شده. بالای اونم که کورنیکولیس قرار گرفته. حالا اپیگلوت هم که این هم تایروید کارتیلیجمونه. خب اپیگلوت هم که گفتیم از تایروید کارتیلیجمون به سمت مایع، به صورت مایع به سمت خلف میره. حالا آریتنوئید مجبور جای خودش رو سفت و سخت نگه داره دیگه. همینجوری بالای کریکوئید قرار گرفتن باعث نمیشه که فیکس سر جاش بمونه. اومده با استفاده از سری لیگامان خودش رو به اپیگلوت وصل کرده. به این میگیم آریو اپیگلوتیک فولد. از آریتنوئید دیگه، آریتنوئید به اپیگلوت، آریو اپیگلوتیک فولد. و داخل همینجا هم هستش که اون غضروف‌های کونیفرم به صورت ریز قرار گرفتن. حالا آریتنوئید باید خودش از طریق لیگامان‌های دیگه هم به تایروید وصل بکنه دیگه. به کریکوئید که وصل هست. به اپیگلوت هم از طریق آریو اپیگلوتیک فول وصل شد. به تایروید هم از طریق 2 دسته لیگامان میاد خودش رو وصل میکنه. یه سری بالاست، یعنی یه لیگامانش بالا قرار گرفته، یه لیگامانش پایین‌تر، سوپریور و اینفریور داره. اینا همون وکال کوردها هستن. این فالس وکال کورده، اونی که بالا قرار گرفته، دقت کنین فالس وکال کورد، اونی که پایین قرار گرفته ترو وکال کورده. علتش چیه میگیم ترو و فالس؟ به خاطر اینکه چیزی که واقعا در صحبت کردن نقش داره این لیگامان تحتانیان واقعا در صحبت کردن نقش دارن. ولی فالس وکال کورد عملا نقش خاصی در صحبت کردن ندارن و فقط نقش باز و بسته شدن رو پیدا میکنن. خب به خاطر همین ترو وکال کورده عملاً یه جوری شبیه عضله است. پس دانسیته عضله رو ما توی سیتی ازش میبینیم. ولی فالس وکال کورد دانسیته چربی ازش میبینیم. یعنی بیشتر هم بافت چربی دور و برش قرار گرفته. و اونقدی در واقع چون کار نمیکنه، کار اصلی نمیکنه، حالت عضله پیدا نکرده که بخواد دانسیته عضله هم داشته باشه. بعد دقت کنیم اون فالسه که بالایی هستش بیشتر به سمت بالای غضروف تیروئید میره. یعنی من اگه مثلا یه کات ببینم که سوپراتایروید ناچو مثلا بخوام مشاهده بکنم، اونجا حدس میزنم که بس احتمالاً در سطح فالس وکال کورد هستیم. ولی وقتی میام پایینتر دیگه بیس آریتنوئید رو میبینم یا حتی یه ذره کریکوئید شروع شده، میفهمم که احتمالاً ترو وکال کورد رو دارم اینجا میبینم. سینوس پیریفورم رو میخواستم بهتون بگم. اینی که آریو اپیگلوتیک فولد هستش، یعنی از آریتنوئید به آریو اپیگلوتیک فولد وصل کرده. اینجا رو ببینید به این شکل داره خودش رو وصل میکنه. این لترالش خالی میمونه. این لترالی که خالی میمونه میشه سینوس پیریفورم. همون چیزی که توی اون اسلاید قبل هم راجبش صحبت کردیم. سینوس پیریفورم 2 تا فرو رفتگی هستش که در واقع مدیال بوردرهاش لترال وار لارینکس رو تشکیل میدن. پس در خلف در آره دیگه پوسترو لترال آریو اپیگلوتیک فولد ها واقع شدن. دقت کنین آریو اپیگلوتیک فولد که به اپیگلوت وصل میشه، اینجاهاش لترال هاش پیرفورم سینوس رو تشکیل میدن که الان تو نموهای کراسفرز بهتون بله ترانس آکزیال بهتون نشون میدم به چه صورت هستش. الان شما اینجا رو ببینین، من اینجا دارم یه چیزی میبینم حالت هشتی شکل. به جز غضروف تیروئید هیچ چیز دیگه هشتی شکل ندارم. شاید مثلا بگم خب هایوید بونم هشتی نیست، قشنگ یه حالت مثلا قوس مانند داره. خب چیزی که هشتی دارم توی گردن یه تایروید کارتیلیجه. دقت کنین جلوش خالیه. پس احتمالا من بالام در سطح ناچ، اون ناچی هم که اون بالا قرار گرفته، چون وسطش کامل به هم دیگه از اون بالا وصل نمیشه دیگه، یه ناچ داشت. تایروید کارتیلیج همه این ناچیه که اون وسط قرار گرفته. اینجا الان چیه؟ این پشتا در واقع
غضروف‌های آریتنوئید واقع شده. البته اینجا دیگه نوک اون، چون من بالام در سطح ناچم آریتنوئیده رو خیلی نمیبینم، احتمالاً نوک‌های آریتنوئید فقط باقی مونده، ولی اون چینی که خودش رو میاد وصل بکنه به اپیگلوت، یعنی آریو اپیگلوتیک فولد اینه. این دوتا چین رو اینجا دارم میبینم. و در لترال در واقع آریو اپیگلوتیک فولد ها سینوس پیریفورم رو دارم میبینم اینجا. اینجا الان اپیگلوت خیلی واضح شاید نباشه، اپیگلوت اینه الان. خب اپیگلوت از تایروید کارتیلیج شروع میشه دیگه، میاد به سمت خلف. پس هر چی پایین ترم، یعنی در قسمت مبدأ و شروعش هستم، اپیگلوت هم جلوتر قرار داره، قدامی تره، چون هی هرچی میرم بالاتر میاد خلفتر دیگه. این اپیگلوت همه. آریتنوئید که اینجاست، نوکاش دیگه اینجاست. الان من آریتنوئید اینجا نمیبینم چون خیلی بالا هستم، در سطح ناچ هستم. اومده با آریو اپیگلوتیک فولد خودش رو به اپیگلوت وصل کرده و در دیواره لترالش که فرو رفتگی هایی در واقع تشکیل شدن میشه پیریفورم سینوس. پس دقت کنیم اون قسمت هایی که کاته بالایی هستن اپیگلوت در سطح هایوید بون هست، در قسمت قدامیش زوایایی با زبان تشکیل میده به اسم ولکولا. اسلایس ها رو که میان پایین تر در سطح آریتنوئید هستن، تو لترالش در واقع فرو رفتگی هایی وجود داره به اسم پیریفورم سینوس. این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم، ولکولا و پیریفورم سینوس رو. باز چند تا ببینیم پیریفورم سینوس. اینجا داریم آریو اپیگلوتیک فولد رو میبینیم، تصویر ام‌آرآی هستش. آریو اپیگلوتیک فولد رو اینجا داریم میبینیم و این دوتایی که اینجا وجود دارن پیریفورم سینوس قرار گرفته. اینجا هم دارم الان تایروید کارتیلیج رو میبینم، اینجا اپیگلوت هستش، این فلش سفیده، این آریو اپیگلوتیک فولد هستش و چیزی که در لترالاش قرار گرفتن میشه پیریفورم سینوس. باز اینجا دارم پیریفورم سینوس هم میبینم، تایروید کارتیلیج هم یه غضروف هشتی شکله اینجا مشاهده میشه، اونجا اپیگلوت هستش شروع شده، آریو اپیگلوتیک فولد رو اینجا دارم و در لترال هاش هم سینوس پیریفورم واقع شده. اینجا هم باز به همین ترتیب دارم غضروف تایروید رو میبینم، آریو اپیگلوتیک فولد و سینوس پیریفورم هم در اینجاها قرار گرفتن. تایروید کارتیلیج رو اینجا دارم میبینم، اینجا این وسطش خیلی به هم دیگه وصل نشده، همون تایروید ناچیه که اینجا واقع شده. آریو اپیگلوتیک فولد رو دارم میبینم و این قسمت هم که سینوس های پیریفورم قرار گرفتن. این چیزی که اینجا هم داره اشاره میکنه این هایپوفارنکس رو میگه. دقت کنید ما لارنکسیم دیگه، چون توی تایروید کارتیلیجمون داریم میبینیم و تایروید کارتیلیج غضروف حنجره است. ما لارنکس رو قشنگ میبینیم، لارنکس بازه. هایپوفارنکس موازی با حنجره بود و در قسمت خلف واقع شده بود، درسته؟ و ممکنه ما اینا رو توی سیتی نبینیم. هایپوفارنکس رو، هایپوفارنکس ادامهش به عنوان مری در واقع ادامه پیدا میکنه دیگه، درسته؟ و ما خیلی وقتا مری رو توی سیتی نمیبینیم به خاطر اینکه مجرا بسته است. تا زمانی که غذا نخواد عبور بکنه مجرا بسته است، نیازی باز شدنش نیست. خب پس ما به عنوان یه سافت تیشو در واقع سافت تیشو دنسیتی فقط در قسمت خلفی تراش چیزی دیدی میگیم اون تراش است. هایپوفارنکس هم به همین صورت، یعنی هایپوفارنکس هم معمولا به صورت یک سافت تیشو دنسیتی میبینیم و فقط میتونیم حدس بزنیم که جاش در واقع اینجا هستش. ما میدونیم که لارنگوفارنکس موازی با حنجره قرار گرفته در قسمت خلفی و تا انتهای غضروف کریکوید هم ادامه داره، یعنی تا جایی که حنجره داریم هایپوفارنکس هم در قسمت خلفیش داریم. وکال کورد ها رو براتون توضیح دادم، گفتیم که دوتا لیگامان هستش که از آریتنوید کارتیلیجمون، آریتنوید کارتیلیج میخواست خودش رو تجربه خودش صفر نگه داره. خب با دوتا لیگامان اومد خودش رو به اپیگلوت وصل کرد که اون رو بهش میگفتیم آریو اپیگلوتیک فولد و سینوس پیریفورم هم در لترالش تشکیل میشد. حالا بعد خودش رو یه جوری به کریکوید که وصله، بالا سرش قرار گرفته و قشنگ وصله به کریکوید، حالا بعد به تیروید هم یه جوری خودش رو وصل بکنه. از طریق دوتا لیگامان این کار کرد، یکی لیگامان فوقانی یکی لیگامان تحتانی، که فوقانی گفتیم فالس وکال کورده، تحتانی گفتیم ترو وکال کورده و فاصله ای که بین این دوتا قرار گرفتن به اسم لارنجیال ونتریکل نامیده میشه. بریم ببینیم به چه صورت هستش. یک بار دیگه اون عکسی که قبلا داشتیم رو ببینیم. این همون آریتنوئیده، اینجا قسمت خلفی هستیم، با آریو اپیگلوتیک فولد خودش رو به تایروید به اپیگلوت وصل کرد، با دو تا لیگامان خودش رو به تایروید اتصال داده. فوقانیه میشه فالس وکال کورد، تحتانیه میشه ترو وکال کورد.
گاهی وقتا ترو وکال کورد و همون وکال کورد هم میگن، ولی فالس رو حتما اسم فالسش رو براش میارن. و فاصله ای که بین این دوتا قرار گرفته بهش میگن لارنژیال ونتریکل، ونتریکل حنجره. اینجا رو ببینین، این الان نمای کرونال رو من دارم میبینم، انگار که مریض روبروی من وایستاده داره منو نگاه میکنه و یه کات در واقع طولی از بالا زدم و دارم به صورت قدامی نگاه میکنم. این همون حنجره هستش، این لیگامان های فوقانیه که میشه فالس وکال کورد، این لیگامان تحتانیه ترو وکال کورد و یه فاصله بین اینها قرار داره به اسم لارنژیال ونتریکل. خب بریم چند تا نمای ارزی ازش ببینیم که برامون بیشتر جا بیفته. یه غضروف هشتی شکل دارم میبینم. این غضروف هشتی شکل تایروید کارتیلیجه. این وسط بازه. این بازیه چیه؟ همون ناچه. همون سوپر در واقع تایروید ناچه. پس من الان در کجام؟ در قسمت‌های فوقانیم. بنابراین این چیزی که این خلق قرار گرفته و داره خودش رو وصل میکنه به غضروف تایروید از طریق لیگامان ها، این آریتنویده. خب این A یعنی آریتنوید. این آریتنویده که داره خودش رو با لیگامان وصل میکنه به غضروف تایروئید، الان تو قسمت فوقانی هم دیگه. پس این فالس وکال کورده. یه چیز دیگه هم کمکم میکنه تشخیص بدم، دانسیتشه. شما دقت کنین این عضله استرنوکلدوماستوید، حالا تو عضلات گردن باش در واقع بیشتر توضیح میدیم. این عضله SCM استرنوکلدوماستوید. شما دانسیته رو مقایسه کنین با این قسمت. این دانسیته عضله است. این دانسیته چربیه. خب بنابراین اینجا الان ما فالس وکال کورد رو داریم. ترو وکال کورد قشنگ دانسیته عضله رو براش خواهیم داشت. بریم یه نمای دیگه ببینیم. اینجا الان باز تایروید کارتیلیجه ولی جلوش کاملا به هم دیگه وصله. پس از اون قسمت ناچ فاصله گرفتم اومدم پایین‌تر. پشت چی می‌بینم؟ آریتنوید رو می‌بینم. بعد پشتش یه حالت غضروفی رو دارم می‌بینم. شروع کریکوید رو دارم می‌بینم. وقتی من شروع کریکوید رو دارم می‌بینم یعنی اومدم تو سطوح پایین‌تر. چون ببینید آریتنوئید اون ترو وکال کورده، اون لیگامانش لیگامان تحتانی هن دیگه، از بیس آریتنوئید منشأ میگیره. فالس وکال کوردا که فوقانی هن از اون سرای در واقع از اون هد آریتنوئید منشأ میگیره، از بیسش. من الان اومدم پایین، بیس آریتنوئیدم دیگه، کریکوئیدم هم حتی یواش یواش داره شروع میشه. پس این لیگامانی که آریتنوئید خودش رو میاد به غضروف تیروئید وصل بکنه احتمالاً ترو وکال کورده. بازی راهنمای دیگه SCM رو پیدا میکنم، عضله دانسیتش رو ببینید یکیه، دانسیته این دوتا با هم دیگه یکیه. حالا چشمی میتونین هین کار با دستگاه هم بزنین و هانسفیلد اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنین، ولی چشمی هم کاملا واضحه. یعنی شما این دانسیته رو مقایسه بکنین چقدر کمتر بود. حالا این دانسیته رو ببینید، دانسیته عضله است که این دوتا کاملا پس با هم دیگه فرق دارن. اینجا باز لندمارک ها رو توضیح میده، میگه که در هر صورت فالس وکال کورد و ترو وکال کورد، ترو اینجا اشتباه نوشته، فوکال کورد وکال باید باشه، این دوتا از آریتنوئید منشأ گرفتن و میرن خودشون رو به تایروئید وصل میکنن و دانسیته شونم دانسیته ترو وکال کوردمون دانسیته ماسله، فالس وکال کوردمون دانسیته چربی. و فالس وکال کوردمون از قسمت فوقانی منشأ گرفته، دانسیته چربی داره از قسمت فوقانی، یعنی من کریکوید رو نمیبینم، احتمالاً حتی سوپریور تایروید ناچ هم میبینم اینقدر بالام، درسته؟ و پایین تر از اونم که میدونیم لارنژیال ونتریکل قرار گرفته. این تصویر MRI هستش. شما اینجا الان باز دارین میبینین که تایروید کارتیلیجمون به این شکل قرار گرفته. این چیزی که من اینجا دارم وکال کوردمه. این وسط رو ببینین کاملا به هم دیگه وصل شده. بعد از سوپریور تایروید ناچ هم فاصله گرفتم. این چیزی که اینجا قرار گرفته دانسیته مشابه با دانسیته عضله است، پس این ترو وکال کورد هستش. بریم یه مبحثی که حالا توی کتاب این نیست، این چیزی که من از رادیوپدیا در آوردم توی رفرنس کراس سکشنال ایمیجینگ فور پروفشنال، این کتاب که در واقع دارم ازش تدریس میکنم، توی اون کتاب راجبش صحبتی نشده، ولی با توجه به اینکه گلوت چیزیه که سوپراگلوت اینفراگلوت چیزیه که خیلی زیاد راجبش صحبت میشه، ترجیح دادم که توی مباحث در واقع بیارم و راجبش صحبت بکنیم که ببینیم این که میگیم گلوت، ساب گلوت و سوپراگلوت در واقع چیا هستن.
گلوت رو کلا، یعنی قسمت مبحث گلوت، سوپراگلوت، سابگلوت مال حنجره است. یعنی لارینکس رو اومده به این سه قسمت تبدیل کرده. حالا گلوت کدوم قسمت میشه؟ گلوت قسمتیه که تو وکال کورد قرار داره. شما قسمتی که تو وکال کورد رو دارین میشه گلوت. سوپراگلوت چیه؟ بالاتر از اون. بالاتر از ترو وکال کورد می‌دونیم که لارنجیال ونتریکل دیگه. از لارنجیال ونتریکل بگیر تا جایی که حنجره شروع شده. حنجره می‌دونی شروعش از قضیب تایروید بود دیگه. سابگلوت چی؟ سابگلوت پایین‌تر از ترو وکال کورده و ادامه پیدا میکنه تا جایی که حنجره تموم شه. حنجره کجا تموم میشه؟ این فرو مارژین کریکوید کارتیلج. تموم شد. خیلی راحت. پس گلوت رو اینجا میتونیم تشخیص بدیم. چند تا تصویر تئوریکال ببینیم. یه غضروف هشتی شکل اینجا داره مشاهده میشه. تایروید کارتیلیجمون هستش اینجا. خب این چیه؟ آریتنویدمونه. اینجا چی هستش؟ ببینین از طریق لیگامان اومده خودش رو وصل کرده به غضروف تایروید. دانسیتی از شکلش رو ببینین چربیه. این فالس وکال کورده. بعد اینجا یه حفره است لارنجال ونتریکله. بعد اون پایینی است ترو وکال کورده. ببین اون قشنگ شبیه عضلات، این قشنگ شبیه چربیه. ما الان در سطح ترو وکال کورد نیستیم، در سطح گلوت نیستیم، بالاییم. پس کجاست الان؟ اینجا سوپرا گلوت هستیم. بریم اینجا رو ببینیم. تایروید کارتیلیجمو دارم میبینم. کریکویدم شروع شده. این آریتنوید دیگه اصلا تموم شده. بنابراین اینجا این چیزی که دارم میبینم اون سطوح زیرین دیگه ترو وکال کورده. درسته؟ این ترو وکال کورد هم تموم شده دیگه، این تحت‌هاشو دارم میبینم. پس اینجا ما تو فضای سابگلوت قرار گرفتیم. اینجا رو الان ببینید، این یه نمای دیگه از حنجره هستش. این لیگامان فوقانیه که همون فالس وکال کورده. ببینید چه چربیه. این لیگامان تحتانیه، ترو وکال کورده، بافت عضله است. بینشون لارنجیال ونتریکل قرار گرفته. تو این لول اینجایی که ترو وکال کورد رو داریم گلوت هستش. بالاتر از اون لارنجیال ونتریکل در نظر بگیر و بالاتر سوپراگلوت هستش و پایین‌تر هم میشه سابگلوت. باز یه نمای در واقع کات ارزی زدم. اینجا رو الان مشاهده می‌کنیم. این آریتنویده. پس اینجا ما نمای خلفی داریم می‌بینیم. یه راهنمای دیگه این کریکویدمون رو ببینین. تو خلف ارتفاعش بیشتر. پس این قسمت خلفه، این قسمت قدام هستش. این تایروید کارتیلیجمونه. این اپیگلوت هستش که به سمت خلف اومده، به سمت بالا اومده. آریتنوید رو اینجا دارم. گفتیم از طریق یه سری چین به اسم آریو اپیگلوتیک فولد خودش رو به اپیگلوت وصل کرد. لترال خارجی تر از این اپیگلوت که من الان نمیبینم اون پشت سینوس پیریفورم رو خواهیم داشت. حالا آریتنوید از طریق سری لیگامان ها خودش رو میخواد به تیروید هم وصل بکنه. یه سری لیگامان ها بالاست، سوپریور که همون فالس وکال کورده، یه سری لیگامان پایینه که همون ترو وکال کورده. بین این دو تا یه حفره قرار داره به اسم لارنجیال ونتریکل که میتونستیم حالا گلوت اینها رو هم اونجا ببینیم. باز اینجا الان داریم تایروید کارتیلیج رو میبینیم. این در قسمت قدامش ناچ نداریم، من آنتریور کامیشره، یعنی اون تقاطع قدام میشه. پس اومدیم تو سطوح احتمالاً پایین تر قرار گرفتیم. اینجا داریم کریکوید رو میبینیم. وقتی اینجا کریکوید رو داریم میبینیم یعنی دیگه خیلی اومدیم پایین تر و این چیزی که اینجا داره مشاهده میشه و دانستش هم ببین دقیقا شبیه عضله است، تها تحتها در واقع سطوح زیرین ترو وکال کوردمونه. پس اینجا ما دیگه در شروع سابگلوتمون قرار گرفتیم. باز اینجا رو الان دقت کنین، تایروید کارتیلیجمونه دیگه خیلی اومدیم پایین‌تر. به خاطر اینکه کریکوید رو ببینین خیلی واضح داریم کریکوید رو می‌بینیم. پس چیزی که اینجا قرار گرفته در این قسمت هستیم سابگلوت هستیم. دیگه با خیال راحت میتونیم بگیم اینجا کاملا تو قسمت سابگلوت هستیم. تایروید کارتیلیجمون رو می‌بینیم. قسمت قدامش به همدیگه وصله. پس از ناچ فاصله داریم. احتمالاً یه خورده پایین هستیم. آریتنوید رو داریم می‌بینیم. آریتنوید به وسیله 2 تا لیگامان اومده خودش رو به تایروید وصل کرده. بالا نیستم، احتمالاً پایینم، ولی چون ناچمو نمیبینم، ولی تو دانسیته دقت بکنم. این SCM دانسیته عضله داره، اینم دانسیته عضله داره و ترو وکال کورد. اینجا بیمار در واقع داشته احتمالاً حالا مشغول صحبت و اینها بوده، این الان بسته شده. ببینید ترو وکال کوردمون الان بسته هستش. اینم بقایای سینوس پیریفورمه. چون آریتنوید از طریق آریو اپیگلوتیک فولد خودش رو به اپیگلوت هم وصل می‌کرد دیگه و در لترالش یه حفراتی تشکیل می‌شد به اسم سینوس پیریفورم.
خب آخرین اسلایدمون هستش. خسته نباشین. من پس جلسه بعد ادامه میدیم راجع به تراش ازوفاگوس و گلند، حالا سالبای گلند، تایروید گلند و موارد دیگه. امیدوارم تا اینجا براتون مفید بوده باشه. مرسی از حضورتون، مرسی از وقتتون. روزتونم بخیر.